در اصلش کلمه استعمار چه قسم یک کلمه هست؟ کلمه استعمار از عمران آبادی گرفته شده. استعمره یعنی طلب آبادی. پس ما آمدیم که وطن شما رو چی کنیم؟ آباد کنیم. از این خاطر استعمار این کلمه لکس استعمال کرد که مردم والله چقدر خوب مردم هستن آمدن برای چی؟ برای آبادی. از این خاطر وقتی که نامین و شما چه قسم تبلیغ میکنن در وقتی که همراهشان بشینین براتون میگه شما جوانای آدمای ریش سفیدا یا بی عقل هستن، شما رو ذهنیتتون خراب میکنن. ما اینجا آمدیم برای ریکنستراکشن آمدیم. rebuild, we want to rebuild your country. ما میخوایم که وطن شما را دوباره بازسازی بکنیم. این کلمه ریکنستراکشن و rebuild به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی است که او میگه که من بر شما سرک میسازم، من بر شما مکتب میسازم، من بر شما شفاخانه میسازم، ما میخوایم که پانتونایتان پیشرفته شود، ما میخوایم که کاریابی شود، وطنتان چیز شود، ما دوستای شما هستیم. ظاهرا با منافقت اینمی اصطلاحات میگه. خب هر کسی که جوانی که ایده مشنوه او کاملا مطمئن است که والله چقدر خوبی وقتی که اینا گپ میزنن. واقعا ملاهای مردمایی که تبلیغ میکنه یا بسیار مردمای عقب مانده هستن، نمیخواین که وطن آباد شود، خودشان هم آباد کردن نمیتونن، دیگرم با آبادی نمیمانن. اما وقتی که گپ سر چیز شد، وقتی که باز در عقب بشین، باز اونا میگه که ما اینجا به خاطر ازی آمدیم که اینا خوب معدن داره. انتقال کانهای نقره به سرمایه‌گذاران چینی از طرف پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. اینچنین شرکت چینی را از سپاریدن انداز در مدت 7 سال آزاد نمودند. در این خصوص رادیوی آزادی به رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان فرخ همرالیزاده تکیه نموده اطلاع می‌دهد. کان نقره یک جلوه که به چینی ها سپرده شده است در ناحیه مرغابی کوه پامیر در بلندی 4500 متر از سطح بحر جایگیر است. این بلندترین کانی کوه در کشور به حساب می رود. به عقیده همرالیزاده از سپردن کانی مذکور به چینی ها، تاجیکستان منفعتی درآمد از انداز به بودجه دولت باید به دست آورد، ولی طبق شرطنامه 7 سال اول به بودجه دولت چیزی وارد نمی شود. زیرا حکومت شرکت را از پرداخت انداز و باج برای وارد جهازها و تکنیک آزاد نموده است. یادداشت میکنیم که کانی فلزهای قیمت‌بهای مذکور یگانه کانی نیست که به شرکت‌های چینی سپرده می شود. تا به امروز ده‌ها کان‌های طلایی در تاجیکستان علاقه به شرکت‌های چینی سپرده شده است. هرچند اهالی کشور به چنین کاری حکومت راضی نیستند، ولی حکومت به این اهمیت نداده ذخیره‌های مردمی تاجیکستان را به شرکت‌های دولتی خارجی سپاریدن را ادامه می‌دهد. مردم افغانستان را به چی تشبیه میکنن؟ میگن مردم افغانستان مار هستند. ماری هستند که بالای خزانه سینه زدن. اصل گپشون. یا نه خودشان از این خزانه استفاده میکنن، چون ماری که سر یک خزانه خو کرده باشه، این مار از این خزانه چی استفاده میکنه؟ میگه مار از خزانه استفاده نمیتونه. خودش هم استفاده نمیکنه و دیگرم نمیمانه. پس آل این مار ما چه قسم از سر خزانه دور کنیم که خزانه‌ایش بگیریم؟ پس اگر شما میخواین که در یک مملکت برین در یک جایی که مار است، مثلا تصور مار است و شما میخواین که اینمی مار از سر خزانه دور کنین، دو وسیله دارین که مار از سر خزانه دور بکنین. این دو وسیله چی هست؟ یکی از وسایل این است که شما مار نابود کنین. یک شمشیر یا یک سلاح یا یک چیز را بگیرین و این مار را بکشین و این نابود شود و چی شود و شما برین دست پیدا بکنین به می خزانه. یکی از وسایلش. وسیله دومیش است که شما امی مار را نکشین، بلکه یک توله پیدا بکنین و توله زده برین این مار در رقص میه. وقتی که مار در رقص آمد، شما باز میتونین از طریق رقص
این در رقص مشغول است، شما دیگه پت پت هم خزانه‌اش چی کرده برین کشیده برین. اینا مردم افغانستان هم میگه ما چی میکنیم، یک تعدادش که صاحب فکر است و جدی هست و میخواد در مقابل ما مبارزه کنه، او رو میریم سلاح و میزنیم و بمباردش میکنیم و میکشیمش و از پیشش همون منطقه رو میگیریم. و یک تعداد دیگه از اینا که بیعقل هستن، این مسائل نمیفهمن، جدی نیستن، یا را در چی مصرف میکنیم؟ فیلم های بسیار خوب برشون میریم، 24 ساعت موسیقی، 24 ساعت رقص، 24 ساعت مثلا برنامه های دخترها و فیسبوک و کلیپ ها و آزادی مثلا در پوانتون ها و آزادی در مکاتب و اختلاط در مجالس و کلی چیزها را در بازار چی میکنیم؟ باز میمانیم و حتی برای حوزه ها و برای اماکن و بر دیگران میگیم برادر اگه کس را سر شراب گیر کردی، کس را غرض نگی، کس را مثلا سر زنا گیر کردی و قضیه بسیار جدی نباشین. اگر جای مثلا مناطقی که مشهور میشه در فلانی منطقه مثلا بسیار چیز هست، مخدرات است، کس را چیز نگوین، تجار مخدرات باید اما آزاد بانین. فقط چی کنین؟ بر از این جوان ها چی بانین؟ دروازه های امی گناه و زنا و شهوت و این چیزها را برشان کاملا باز بانین. بنابراین از این طریق کاملا تحت سیطره تو می باشه و میتونی که از وجود از چی کنی؟ استفاده بکنی. پس یکی از وسایل دشمنای اسلام چی هست؟ اینمی هست که استعمارگرا به خاطر اهداف مختلف خود وقتی که دارن اینا چی میکنن؟ اونمو پروژه های جنگ فکری خود دارن که باز این پروژه ها را سر جوان ها چه قسم تطبیق میکنن، سر ریش سفیدات چه قسم تطبیق میکنن، سر کسایی که سن متوسط دارن سر از چه قسم تطبیق میکنن، سر خانم ها چه قسم تطبیق میکنن، حتی سر علما و سر استادا و سر ملاها و مولوی ها چه قسم تطبیق میکنن. باز بر کل ازیا برنامه ریزی میکنن که باید مثلا هر کس مطابق اونمو چیزش، مطابق اونمو خواسته هایش، جوان چی خواسته ها دارن. یا کسی که باز از جوانی بالا رفت بین سن 40-50 که رسید او چی خواسته ها دارن، و یک کسی دیگه که مثلا سنش ریش سفید است. اینا شهوت ها هم فرق میکنن، گاهی شهوت بدن است، گاهی شهوت مال است و گاهی هم شهوت چی است؟ شهوت همون جا هست که باز میشه سر از اون چیز کنن.